یه مدتی نبودم به خاطر درس مدرسه، ولی خب با خبر ندم. سرور بیقارابادو تا حالا شاید دیده باشید. یه سروره که میده توش چیت بزنید، توش همه کار بکنید. و من یه چالش گذاشتم. من اکانت اوپی دارم تو اون سرور توی جاوا، هم میتونید با بدراک بیایید هم با جاوا. بعدن من میخوام به 3 نفرتون جایزه بدم، اونم یه دونه بلاک گلد، آیرن و دایموند. حالا شرطش چیه؟ باید این زیر هر کامنتی که بیشتر لایک بگیره من رتبه بندی میکنم. مثلا بیشتری لایک میشه نفر دایموند میگیره، کمتر بعد از اون یه ذره کمتر بلاک آیرن و نفر سوم بلاک گلد. تازه باید وقتی که اون گذاشتید آیدی که میخواید باش بیایید توی بیقاناباد رو بگید. من با بستنی آندرلاین 206 که اکانت فکر کردم، اکانت اصلی بستنی 4 آندرلاین 450 با اکانت 206 میام بهتون با اکانت 206 میام بهتون کلی جایزتون رو میدم. حالا کامنتتون چجوری شده باشه. تازه دقت کردین اسکین ساختم. البته مشکلایی داره که مثلا من اینجا زیرش استیو نشون میده که من اینجا چیز درستش کرده بودم، مثلا آستین ایناش درسته، اینا نه از بین رفته زیر دستاشم. حالا مهم نیست، برنامه‌ای که باشه اسکین ساختم چیز میده. بعدن وقتی که برنده میشه من واسه توی یه جای نعیم که هیچ پلیری نباشه بهتون بلاکو میدم و هپی شما بلاک برنده شدید. بعد یه چیزی یادم رفت، تازه اسم اون ماده هم ماده که شما خیلی از من پرسیدید چه مادیه، اینجا غیر فعالش کردم. اکرند استاف 1.7. خب حالا میخواستم یه ویدیو لاین در باش بذارم که درس و مدرسه نذاشت دیگه، درس و مدرسه و اینا نذاشت. حالا دیگه اسمش اکرند استاف، قراره کلی ویدیوی لاین بگیریم توی سرور با جاوام، کلی قراره ویدیو لاین بگیریم و همین. تازه یه چیزی یادم رفت، خواستم پشت یک اسکینم میخواستم نشون بدم. دوستان این پشت اسکینم که نمیدونم چرا تنش نمیافتادی، بذار اینجا بهتون نشون بدم. اینطوری نگاه کنید، یه بستنی اینجا گذاشتم، قیافم این شکلیه، ولی باید چیز میرم تحقیق میکنم. نمیتونم همین اسکین رو درست شدهش رو بیارم توی جاوا، خیلی قشنگ میشه اگه بتونم بیارم، واقعا قشنگ میشه. حالا من تلاش خودم میکنم. تازه کامنت هم یه تو دل سلام بکن.